بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. آقایی داشت در حج طواف میکرد و مادر پیرش رو حمل میکرد، از اینجا به اونجا میبرد، از این ور به اون ور میبرد. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم ایشون رو ملاحظه کردن، گفت یا رسول الله بعد از این همه زحمت آیا من ادای حق مادرم کردم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن نه، با همه این زحمت تو به اندازه یک بار درد زایمانی که براش مادرت اومده نیست. حضرت عمر یه جوونی رو دیدن که اون مادرش اینقدر پیر شده بود، خدمتش میکرده و کمکش میکرد برای عبادات و اینا، حتی تر و خشکش میکرد، نمیتونست بره دستشویی، همونطوری که به اصطلاح این پسره در کودکی چه کار مادر براش میکرد این داشت الان برای مادرش همونطور خدمت میکرد. وقتی که اومد به حضرت عمر میگن که آیا من حق مادرم رو به جا آوردن؟ گفتن نه، من همون کاری میکنم که ایشون برام در کودکی کرده. بله، اما ایشون این خدمت ها رو میکرد و آرزوش این بود، چشش این بود که تو بزرگ شی، رو پای خودت وایسی. تو داری این خدمت رو میکنی، چشات به قبره که کی میمیره که بذارمش تو قبر. فرق بین دوتا خدمت. پس خیلی باید محتاط باشیم در این فرصتی که خداوند به ما داده که پدر و مادرمون رو، پدر بزرگ مادر بزرگمون رو، یا یک بزرگی که در فامیل هست، در خانه هست، خاله، عمه، اونها رو رسیدگی کنیم و یادمون باشه اگر این ببین شناسنامه اسلام لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، از ما نیست کسی که رحم و شفقت نمیورزه به کودکان ما، و از ما مسلمون ها نیست کسی که توقیر و احترام نداره برای بزرگای ما. کسی که برای بزرگ سالان توقیر و احترام نداره یعنی اینی که از مسلمون ها، از لیست اسلام و مسلمون ها خارج هست. کسی اومد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن رغم انفه رغم انفه رغم انفه، خاک به سرش هلاک بشه، گم شه انشالله. کی؟ اونی که یکی از پدر و مادرش یا هر دوتا رو درک کرد در زندگیش و از راه اونها وارد بهشت نشد. پس بزرگسالان ما، پدر و مادرایمون، اینها در واقع راه بزرگ به سر رسیدن ما به بهشت و به سعادت و آینده هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما اکرم شاب شیخا لسنه، هیچ جوونی احترام یک پیر و بزرگسالی رو به خاطر بزرگسالیش به جا نآورد مگر این که خداوند منان وقتی که این بنده خدا بزرگ میشه کسانی رو موظف میکنه تا خدمت این بکنن. شما امروز خدمت بزرگسالان و خانواده و خیشا و همسایه ها و محله و هم انجام بده. روز وقتی پیری میشی کما تو دین و دودان، همون طوری که شما انجام دادی همون طور با شما رفتار خواهد شد. خوبی کن تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.